پیغام ای ملک غریبی به تمام یار و برادرای غریب، آنانی که ما را میشناسند، الهی خداوند نگهبان میها. یا نرکمان سرای خوش بخیزه سر ویرون کریشه رفتگی بالا میده و پایان میره، یکی جای یک ربکه علف میگیره بخی نسکیده میزنه، ای طرف و طرف نگاه میکنه، یکون جاده یکون جای تیخاریه نیست، مایده دوری گوریستان خیز میزنم، یک خوری سویجک قفای هم میره یک تراس میکنه بزنه، هش گوشش میپره پشتی همه قور دمیت کش پالا کده، یکی نگاه میکنه دروازه گوریستان کشاده میشه، 3 ملیسه فرما خیلی دروازه میدروین طرف گوریستان. دیگه بیچاره نرکمان شوگانی میگیره، نمیدونه چی کنه، اما قور چاق میکنه با تمام سنتاش، با آتمه جان آتمه در حق سختم آتمه دیگه مترهی که جا میام آتمه. همینطوری ناله داره که ملیسا میان بالای سرش، یه ملیساش کیف شمخیلی میکنه میگه برادر برداشت کو، خیلی آدمی های هممون به همین راهیم. نه که من نفهمیدم که این قوری کیه ایت اچاق کده ناله کده سی. گفته قوری رحمتی پدر مای همیشه وای خواهم بیر نشید. گفته اکه چی بود دروغ میگی؟ این نویری 6 ماهی ما این دین مرده بود، این رو گور کده ما دین گور که بدیم. یا اکه گفته این قوری آتم دوری کودکی ها شای. یا سلام ای نام ما بنده. خیلی برای همه سخن کردیم، برای نرکمانوی سخن کردیم. یا نرکمان همه خیلی زدگی افگار یا بند دراز قفاش همه خیلی کشیده رفته است. یا برادر میبینیم میگه تو دیوانه چی و بنده قفات کشیده رفته است. با گفته اگر نخوام ما دیوانه باشیم، با ای پیش مانم تیله کنم شه.